جیپ گرند واگنر یا جیپ آهو، خودرویی که قبل انقلاب یکی از خودروهای محبوب بین ایرانی‌ها بود و من اینجا امروز هستم که نسل جدید این خودرو رو بهتون نشون بدم. پس با من همراه بشید و لایک رو بکوبید. اول از همیشه از پلکان این ماشین شروع کنم که وقتی در رو باز می‌کنید به این شکل زیبا میاد پایین و وقتی که سوار ماشین بشید اینجا یه دستگیر وجود داره که دستتون رو ازش بگیرید و به راحتی سوار این ماشین بشید و با یه کابین فوق‌العاده زیبا با کیفیت ساخت خیلی بالا. تمام اینا، حتی این قسمت چرم طبیعی، همه این قسمت‌ها و حتی چوب و هلال دور استارت اشاره کنم که حتی اینجا هم از چرم استفاده شده. این ماشین 8 تا مانیتور تو خودش داره و اگر استارت بزنید تمام این مانیتورها به زیبایی دیده میشه. اما جذاب ترین این مانیتورها مانیتور این قسمت هستش که اگر این دکمه رو بزنید مانیتور پنهان میشه و اینجا شما یه فضای ذخیره به همراه شارژ وایرلس دارین. دنده این ماشین تو سبک خودش واقعا جذابه و به این شکل چرخشی دنده ها جابجا میشن و کنسول ماشین هم یه کنسول عریض داره با 2 تا استراحتگاه دسته فضای ذخیره کوچولو این وسط که اگه بازش کنید اینجا شما یه کول باکس دارین و آینه ای که برای دید بهترتون دوربین داره که به این شکل فعال میشه. این ماشین رقیب مستقیم کادیلاک اسکلید هستش. شما چی فکر میکنید؟ به نظرتون این ماشین بهتر از کادیلاک اسکلیده